ضمن نشست قید گردید که در نیم ساله یکم سال 2024 در مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان 787 عدد مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی به قید گرفته شده است که از آنها 160 مراجعت‌های خطی، 618 مراجعت‌های شفاهی، 5 مراجعت‌های الکترونی و 4 عدد مراجعت‌های تلفنی اند. همزمان گفته شد که مراجعت‌های خطی طبق تصنیفات بیشتر به حقوق و آزادی‌های زیرین انسان و شهروندان تعلق دارد. حقوق به مرافعه عادلانه سودی 13 عدد، حقوق به تامینات اجتماعی 9 عدد، حقوق به سطح کافی زندگی، غمخواری والدین و در عائله تربیت گرفتن، الیمنت، تامینات اجتماعی 9 عدد، حقوق به مراجعت 7 عدد، حقوق دخل‌ناپذیری شخصی و آزاد بودن از همه گونه شکل‌های زورآوری 7 عدد، حقوق به منزل 5 عدد. مراجعت‌های شفاهی بیشتر به حقوق و آزادی‌های زیرین انسان و شهروندان تعلق دارند. حقوق به دخل‌ناپذیری شخصی و آزاد بودن از تمام شکل‌های زورآوری 8 عدد، حقوق به سطح کافی زندگی، غمخواری والدین و در عائله تربیت گرفتن، الیمنت، تامینات اجتماعی 7 عدد، حقوق به منزل 6 عدد، حقوق‌های استفاده برندگان خدمت‌رسانی‌های مالیوی 6 عدد، حقوق به زمین 3 عدد قید کردند که با مقصد مساعدت نمودن در تکمیل قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در ساحه حقوقی انسان، کارمندان دستگاه مرکزی و وکالتدار اوید به حقوق انسان لایحه 36 سندهای معیاری حقوقی را مورد آموزش قرار داده خلاصه‌ها پیشنهاد نمودند. ذکر نمودند که نیم ساله یکم سال 2024 از جانب کارمندان دستگاه مرکزی و وکالتدار اوید به حقوق انسان 115 برآمد در واسطه‌های اخباری عامه از جمله 25 مرتبه در تلویزیون، 22 مرتبه در رادیو، 35 مرتبه در مطبوعات دوری و 33 مرتبه در مطبوعات الکترونی انجام داده شده است. در دوره حساباتی کارمندان ساختارهای منطقوی طریق وسایط اخباری عامه جمهوریوی و محلی 56 مرتبه برآمد نمودند که از آنها 21 برآمد تلویزیونی، 15 مرتبه در رادیو و 20 مقاله در مطبوعات دوری و الکترونی میباشد. در نیم ساله یکم سال 2024 با ابتکار وکالتدار اوید به حقوق انسان و همزمان با اشتراک کارمندان مقامات 118 چاره‌بینی انجام داده شد. طبق نقشه درس‌های بازآموزی کارمندان مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان در این دوره 24 مرتبه میزهای مدور و لکسیا صحبت‌ها گذرانیده شدند.